سلام دوستان عزیز، به کانال دنیای رنگارنگ خوش آمدید. امروز میخواهم درباره یکی از زیباترین زبانهای دنیا صحبت کنم. زبانی که مرز نمیشناسه و ترجمه نیاز نداره، مستقیم با قلب انسان سخن میگه. زبان هنر. هنر فقط یک سرگرمی نیست. هنر زبان احساسات، اندیشه ها، حقیقت های پنهان درون انسان است. از نخستین روزهای زندگی بشر انسان تلاش کرده آنچه را در دل داره به شکل بیان کنه، گاهی با نقاشی، گاهی با شعر، گاهی با موسیقی و گاهی با رقص و نمایش. شعر و سرود انعکاس احساسات عمیق انسان هستند. وقتی واژه‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند و با احساس آمیخته می‌شوند، می‌توانند عشق، امید، غم، شادی و حتی دردهای پنهان را به تصویر بکشند. بسیاری از چیزهایی که گفتن مستقیم آنها دشوار است، در قالب شعر و هنر به آسانی بیان می‌شود. هنر به ما اجازه می‌دهد عشق خود را نشان دهیم، دوستی را ابراز کنیم و از تجربه‌های زندگی سخن بگوییم. اشک‌ها، لبخندها، شکست‌ها، پیروزی‌ها و آرزوهای ما در آثار هنری زنده می‌شوند. به همین دلیل است که انسان‌ها در هر فرهنگ و زبانی می‌توانند با یک اثر هنری ارتباط برقرار کنند. هنر به ما اجازه می‌دهد عشق خود را نشان بدهیم، دوستی را ابراز کنیم و از تجربه‌های زندگی سخن بگوییم. اشک‌ها، لبخندها، شکست‌ها، پیروزی‌ها و آرزوهای ما در آثار هنری زنده می‌شوند. به همین دلیل است که انسان‌ها در هر فرهنگ و زبانی می‌توانند با یک اثر هنری ارتباط برقرار کنند. موسیقی نیز یکی از قدرتمندترین زبان‌های هنر است. موسیقی بدون نیاز به کلمات با احساسات انسان سخن می‌گوید. گاهی به ما انگیزه می‌دهد، گاهی آرامش می‌بخشد، گاهی امید می‌آفریند و گاهی ما را به تفکر وامی دارد. یک آهنگ می‌تواند خاطره‌ای را زنده کند، با قلبی را که خسته شده است دوباره سرشار از انرژی کند. هنر همچنین پل میان فرهنگ‌هاست. وقتی هنرمندی از سرزمین خود می‌گوید، در حقیقت بخشی از فرهنگ، تاریخ و هویت مردمش را با جهان به اشتراک می‌گذارد. انسان‌ها ذاتاً به دنبال شناخت چیزهای جدید هستند و تنوع فرهنگی برایشان جذاب است. به همین دلیل آثار هنری می‌تواند مردم کشورهای مختلف را به یکدیگر نزدیک‌تر کند. از سوی دیگر هنر ابزاری برای یادگیری و رشد است. بسیاری از اندیشه‌های بزرگ، ارزش‌های انسانی، درس‌های زندگی از طریق هنر منتقل شدند. هنر قدرت درک ما را افزایش می‌دهد، تخیل ما را پرورش می‌دهد و نگاه ما را به جهان عمیق‌تر می‌کند. هنر تنها بیان زیبایی نیست، بلکه بیان حقیقت نیز است. هنرمند گاهی از عشق میگوید، گاهی از انسانیت میگه، گاهی از خدا میگه و از صلح و گاهی از دردهای جامعه. او میتواند درباره جنگ، خشم، غم، رنج انسانها سخن بگوید، مردم را به اندیشیدن دعوت کند. در نهایت هنر یادآور این حقیقتی است که همه ما انسان هستیم. با وجود تفاوت زبانها، فرهنگها و باورها، احساسات مشترکی داریم. عشق، امید، دوستی، آرزوی زندگی بهتر در قلب انسان‌ها وجود دارد. هنر بهترین راه برای بیان این احساسات است. پس بیایید هنر را فقط یک سرگرمی نبینیم، بلکه آن را پل میان دلها، فرهنگ‌ها و انسان‌ها بدانیم. ممنون که همراه کانال دنیای رنگارنگ بودید. اگر این ویدیو را دوست داشتید، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظراتتان را با ما در میان بگذارید. تا دیدار دیگر، بدرود.